زدی؟ لی زدی؟ آره. خب خیلی خلاصه ویدیوهای فرودگاه رو دیدین. همونطور که مشاهده کردین رفته بودیم فرودگاه استقبال پدر و مادرم که در 2 مرحله اومدن اینجا. یه بار مادرم جدا اومد و یه بار پدرم جدا و گرچه که حالا میتونستن با هم بیان چون شرایط متفاوت بود مجبور شدیم که جدا جدا بگیم. و توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطور این کار کردیم، چه مراحلی طی کردیم. ما قبلا سوئد که بودیم درخواست داده بودیم ولی خب متاسفانه ریجکت شده بودیم. اما نروژ تا زمان انتشار این ویدیو خیلی راحت ویزا میده به پدر و مادر یا به بچه هایی که پدر و مادرشون اینجا زندگی میکنن. این مسئله ویزا رو توی سایت UDI که مال نروژ به وضوح نوشته بود. یعنی نوشته بود که اگر شما پدر و مادری هستین که بچه‌تون اینجاست یا بچه هستین که پدر و مادرش اینجاست، شما probably ویزا میشین، یعنی احتمالاً ویزا میشین. ولی باز برعکسش اگر که اقوام درجه 2 هستین و یا حتی خواهر و برادر هستین probably ریجکت میشین، احتمالا ریجکت میشین. خیلی واضح اشاره میکنه به اینکه خب ما به پدر مادرها راحت ویزا میدیم، منتها به بقیه به این راحتی نمیدیم. یه چیزی که راجع به نروژ جالبه اینه که نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست ولی عضو شینگن هست. یعنی در واقع شما میان توی کشوری که عضو شینگن، ویزای شینگن میگیرین و اون کشور عضو اتحادیه نیست. یعنی نمیدونم، شاید این تاثیر داشته باشه توی بهتر ویزا گرفتن، شاید هم نه، نمیدونم. خب این سایت UDI هست، سایت تقریبا میشه گفت اداره مهاجرت نروژ. وقتی واردش میشین مطمئن شین که زبان نروژی انتخاب نکردین و زبان انگلیسی انتخاب کردین. گزینه‌های زیادی اینجا هست، منتها ما میخوایم که الان بریم چک لیست رو ببینیم. پس روی گزینه چک لیست کلیک میکنیم. اون ویزایی که ما میخوایم بگیریم مربوط به ویزیتورز ویزاست. حواستون باشه که فامیلی ایمیگریشن نیست، یعنی فامیل شما نمیخوان مهاجرت کنن، میخوان بیان شما رو ویزیت بکنن. و روش که میزنید وارد بخش چک لیست میشین. میریم داخل چک لیست. البته قبلش باید اینجا کشور رو انتخاب بکنیم چون بر اساس کشور چک لیست رو میگه. ایران رو انتخاب میکنیم، چوز رو میزنیم و اینجا میگه بله شما روی این باید کلیک بکنید وارد صفحه مربوط به چک لیست بشید. میایم اینجا، این صفحه مربوط به سفارت نروژ توی تهرانه. توضیحات زیاد نوشته که باید بخونید، من میخوام مستقیم برم سراغ چک لیست. وقتی بیایم پایین این قسمت gather the necessary documents، اینجا for visits related to family و وقتی میزنید روش میاد توی این فایل PDF که اینجا چک لیست رو نوشته. خب داستان از این قراره که قبل همه اینها شما باید برید توی وبسایت UDI، قسمت اپلیکیشن داره، اپلیکیشن رو پر بکنید و وقتی اپلیکیشن پر شد به شما میگه که خب حالا این چک لیسته که باید اینا رو مدارک رو بیاری. اپلیکیشن که پر بشه 80 یورو هزینه شه برای هر نفر. هزینه رو باید تقریبا اگر میتونید خودتون خود پدر مادر میتونن پرداخت کنن که پرداخت میکنن، ولی چون که معمولا کارت نداریم یا حساب ارزی نداریم این کارو اون کسی که داره دعوت میکنه انجام میده و تصور میکنیم که اون رو انجام دادید و حالا میخواید مدارک حاضر بکنید. وقتی اون اپلیکیشن رو پر کنید به شما یک کاور لتر میده و یه دونه سایند پرینت، در واقع یک اپلیکیشن فرم میده که شما جفت اینا رو باید سایند کنید، یعنی امضا بکنید. و مدرک بعدی که لازمه باید عکس داشته باشین، یه قطعه عکس که این خیلی یعنی من دیدم که عکس میبرن و اونجا هم عکس میگیرن. حالا این داستان چیه که هم عکس ببری هم عکس بگیری؟ یه کار اضافه است که البته این کار اضافه زیاد انجام میشه تو
پروسه. حالا در ادامه بهتون میگم. ولی در هر صورت آدم میگه چیزی که اینجا نوشته باید ببریم. پس اوکی، یه عکس پاسپورتی که پشتش سفیده و در 6 ماه گذشته گرفته شده میگیریم. یکیشه. یکی دیگه اینه که کپی باید بگیرید از پاسپورتتون. خب قطعا پاسپورتتون باید حداقل 3 ماه زمان رو داشته باشه که بتونین استفاده کنین دیگه، چون 3 ماه حد اکثر زمانی که میتونین که ویزای شینگن بگیرین برای این کیس. بعد از شناسنامه، هم شناسنامه رو باید ترجمه بکنید و هم یک کپی از اورجینالش بگیرید، شناسنامه پدر مادر. اینور باید یه کپی از پاسپورت و یا یه کپی از رزیدنت پرمیت اون شخصی که توی نروژ هست، اون کسی که دعوت میکنه، داشته باشید. همچنین باید شناسنامه کسی که توی نروژ هست و داره دعوت میکنه هم ترجمه بشه، چون که میخوام ببینن که proof of relation، یعنی که ببینن ارتباط شما یک تثبیتی باشه که یعنی ارتباطتون واقعا درسته و مثلا پدر و فرزند یا مادر و فرزند هستید. چرا سخت توضیحش به فارسی، آدم وقتی که میخونه انگلیسیش مشخصه، ولی فارسی توضیح بدی سخت میشه. مسئله بعدیش داشتن تمکن مالیه که تمکن مالی 3 ماه گذشته‌تون رو باید نشون بدین. ما در واقع فقط تمکن نشون دادیم فکر میکنم، ولی ترانزکشن 3 ماه گذشته هم باید نشون بدیم، به اضافه proof of poverty ownership، یعنی اگر خونه‌ای یا زمینی به نام پدر مادر هست اون هم باید ترجمه بشه سندش و اون هم باید ضمیمه بشه، آورده بشه. حالا اگر که شما این گزینه آخر رو ندارین، گزینه بعدیش که نوشته proof of sponsorship، این میتونه کاور کنه قبلیه رو، چون که اون کسی که دعوت میکنه میتونه فرم پر بکنه و بگه که من اسپانسر پدر مادرم میشم. دقیقا همین جوری، یعنی نوشته اسپانسرشیپ فرم، سرچ کنید، دانلود میکنید از تو UDI، پر میکنید، اون تو می‌نویسید که همه فیلداش مشخصه، پر میکنید، تیک میزنید و میگه که من اسپانسر این شخص میشم با این اپلیکیشن و این هم در واقع یه پروف خوبیه. بعد نامه دعوتنامه است که اون کسی که دعوت میکنه باید توش بنویسه اسم، مشخصات، هدف سفر چیه. مثلا اگر هدف دیدن نوه است، مثلا بنویسین این خیلی چیز قویه که بخواد بیاد نوهش رو ببینه. همینطور اشاره بکنید که ما خیلی وقت هم دیگه رو ندیدیم. همینطور باید بگید که بین چه بازه‌ای تا چه بازه‌ای میخواد بیاد و بگید که اسپانسر در واقع جا میشین، اسپانسر اون محل زندگی میشین و و اگر که هزینه‌های سفر میدین، حتما باید اینو بگین که هزینه‌های سفر میدین. قطعا همینه دیگه، در واقع فقط یه پول بلیته که مثلا دارن پدر و مادر میدن، وگرنه هزینه موندنشون توی خونه و اینکه حالا هزینه سفرشون رو میتونید در ادامه بگید که شما میدین. رزرو بلیت هواپیما، اینی که از اون چیزای بیخودیه که اول گفتم، واقعا نمیدونم چرا این هست. نوشته که شما نباید پول بدین و نباید تیکت رو بخرین، فقط یه رزروی که گارانتی کنه که مثلا شما بلیت دارین. من نمیدونم چه کاریه، 48 ساعت هم بیشتر ارزش نداره اون تیکته، در واقع نه برای اینها، برای خود آژانس ها. یعنی آژانس ها بلیت رزرو 48 ساعت نگه می‌دارن بعد آزادش میکنن، ولی همون فرمی که به شما میدن همون کافیه که نشون بدید که مثلا بگید که من بلیتم گرفتم. یک فتوکپی از تراول مدیکال اینشورنس، یعنی بیمه سفر، بیمه مسافرتی باید بگیرید که خب این کاری نداره، تو اینترنت سرچ بکنید پیدا میشه، آنلاین میشه خرید. ارزشش باید حتما 30,000 یورویی باشه که تا زمان انتشار این ویدیو 600-700,000 تومان بیشتر نبود، قطعا بیشتر میشه. و همینها کافیه برای اینکه شما پدر مادرتون دعوت بکنید. یه سری گزینه‌های اضافه تر اینجاست برای کسایی که زیر 18 سالشونه.
و یه سری ساپورتینگ داکیومنتس اینجا هست که اگر داشته باشن پدر مادرتون خوبه، ولی ما بدون داشتن اینها دعوت کردیم و ویزا شدن. مدارکی که راجع به این هست که مثلا که پدر مادرتون کار میکنن، مثلا کجا کار میکنن، حقوقشون چقدر و اینها، یا اگر که بر خودشون کار میکنن، مثلا اگر بیزنسی دارن، اون سند بیزنسشون و اون مالیاتی که پرداخت کردن، این چیزاست که میتونی به عنوان پروف باشه. یا اگه کسی که دعوت میکنین، مثلا اگه پدر مادر هستن دارن بچهشون دعوت میکنن، اگه بچهشون دانش آموز هست، استودنت، باید برگرده، مثلا این میتونه یه پروفی باشه که ببینید مثلا دانش آموز میخواد برگرده یا دانشجو میخواد برگرده. آره اینها چیزایی بود که باید بهتون میگفتم. و موضوع دیگه اینه که 15 روز کاری طول میکشه و این 15 روز بیشتر هم ممکنه بشه، یعنی برای ما بیشتر طول کشید یه خورده، و برای دیگه بیشتر از یه ماه نمیشه قطعا. واسه همین پیشنهاد میشه که حتما 4 هفته قبل از اینکه بخواین سفر بکنید تمام این کار رو انجام بدین و اپلیکیشن رو بفرستین. بعد از اینکه همین آماده شد، باید وقت بگیرید برای VFS نروژ توی تهران اگر تو تهران نیستین، و کافی فقط ایمیل بهشون بزنید vfs.com که vfsglobal.com رو که بزنید، تهران انتخاب بکنید، خودش میاره نروژ و همه اینا رو. و من برای اینکه دیگه طولانی نشه این ویدیو دیگه نمیخوام تمام مراحل برم، ایمیل داره، قالب ایمیلش مشخصه، شما میفرستید واسه شون، بعد بهتون میگن که حالا اون تایم میتونین یا اون تایم نمیتونین، اینا رو میگن، یه رسید میفرستن و توی اون رسید دقیقا نوشته که تایم شما چه تایمیه و چه روزی بیاین، و دقیقا از همون روزی که مدارک رو تحویل دادین یه ایمیل میاد که مدارک رو تحویل گرفتیم، و بعد یه ایمیل از طرف UDI احتمالاً میاد که از همون زمان 15 روز کاری شروع میشه. به این صورت تجربه منم ثابت کرده که اگر بخوان ریجکت بکنن همون هفته اول ریجکت میکنن، ولی اگر نخوان ریجکت کنن، یعنی بیشتر از یه هفته طول بکشه جواب نیاد، احتمال زیاد جواب مثبته. این چیزیه که من تجربی به دست آوردم، ولی ممکنه درست نباشه. امیدوارم که مفید بوده باشه واسهتون. مرسی ویدیو رو دیدین، برای کامنت بذارید اگر جایش واسهتون ابهام داشت و من سعی می‌کنم جواب بدم. مرسی.